ریش‌ها همه باید گرفتگی باشد فهمو روی کنه دار گریب‌ها همه تازه و آزاده همه تازه باشد باید فهمو так точно شیاری ما در خدمت چی است یک از برای همه برای یک است آفرین میزنی؟ رفیق سرجانی کلبسه کپچونی را من از سن چی کلبسه کپچونی داری؟ رفیق سرجان برای چی میزنی؟ دیگر تکان نمیشه در جایی است شیاری ما چی است یک از برای همه برای یک است آفرین میزنی همه رفیق سرجان تمام که شاید درست خودمی نمیمی شریکم چی بپنی؟ رفیق سرجان جزت که عرض کنم جوزن سرباز خطای سلطانات شاید درست خودمی نمیموند برای چی؟ شاید درست در خوابش سرود میخوند سرود میخون؟ بله کدام سرود میخون؟ سرود بیا بیا دلبر جان چی؟ بیا بیا دلبر جان بیا دید برشان بله من تو چیکار میکنی؟ من در بالای سرش اومدم راست میستم سلطانم من تو چی با شما سرود میخونی؟ نمیدونم بچه هم که میگم خوشکی باشد گوش کن شریک بود تو چی؟ دلبرجان هم داری؟ نه تو چی نام داری؟ شریف داشتیم خب تو جدی که نام داشته باشی در بابای سری چیکار میکنی؟ یکی را بدو این سرود بیا مرا بیموش کتا نه تو شبگردان خوره فهمو؟ تو هست تو میکنه؟ شما گردونده بشکم خواه میروم تو این بعد سرودی از همین شب عبارت فقط سرودی دیگر نیا با منزل من میخونی فهمو؟ یک داشتم کدام سروده میخونی؟ دیگر نیا به منزلم آفرین در جایی است داد گوش کنید بچه‌ها شاید ما نیز فیروزی از پراشوت بپریم فهمو؟ یک داشتم فهمو؟ یک داشتم یکم سوال هست؟ هست یک خانواده رفیق سرجان ها در وقتی همو از پرشوت فرستادم یکی او ظالمه هوی نشود با من چطور کنم جایی؟ همو او ظالم یکی همو پرشوت هوی نشود با من چطور کنم پراشوت پیدا شد هیچ گونه پیش از همه ما یکم تو به زمین میزنی فایده فایده آفرین شما میگردن؟ او ظالم هوی نشود پیش از ما بزنی میکنم او زلیل پیش شد پیش از همه به زمین میرسی فهمو؟ در جایی است سرباز خطاری نبی و مامدی رفیق سرجان ما همه فرمانی رو بگید اون اجرا کنیم ما یکم فرمان ندادم فرمان نداده بود؟ بچه ها همین رفیق سرجان ما را فرمان نداده بود نیکته دیگه با شما هم یکم فرمان کنه اجرا نکنم افسر بیست بچه ها شعاری ما در خدمت چی هست؟ یک از برای همه و برای یک است برای نبی و همه به اشکام غلطی دل یک دو یک دو رفیق سرجان که ما نمی‌آید از جای برخسته برابر شب نظام توجه و براز رفیق کماندیر هر شخصی رو تکمیدنتی برای گذراندن مشق تنطلبی و فرمان شما سخت برسند گزارش می‌دهید سرجان گروه سعید سلام رفیقان سربازان سلام رفیق مایور آزاد آزاد رجان سعیدو خیاریت خیر ریش خان زده آفرین جای خواب خیر نه درک داشتم برد و خوراک خیر برسد درک داشتم حتی زیادتی میکنم یا خیر کرد بله کی؟ سودا لیست برابر شب نظام توجه بابای رفیق کماندیر هیئت شخصی رو تکمیدنتی برای گذراندن مشق تنطلبی بخشیده و 21 سالگرد تأسیس یابی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان با فرمان شما صف آراستند گزارش بدهید سرجنت گروه سعید
رفیقان سربازان همه شمایان را بر روز تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک میگویم. هورا! 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 آزاد. رفیق مایور اجازت هست؟ اجازت بابای سرجان سعیدов میآید. با همراه کی؟ با همراه بیبیش خیلیف و کلچایف. نفهمیدم. بابا بیبی سرجان سعیدов یک سطل خیلی و کلچه آوردن. اجازت هست در اونم. اجازت. ایتوار. ولی شما دیش هوا می اومدن. خیلی کمله. نارسکت پیشواز میگیره میمانو را. السلام علیکم. پدر، مادر، نبیره شما الان انمی سربازا هست. خالونه الان. خواهم نمیتم سرجان سعیدو. خلاص من. سوا. همین پایین مالدا میکنه میرا پیش از طرف. حالا درسته. نیمی مالوانی دارم. خانم داره. انا کمتر شما را چه ولی سوقاتی آوردیم. سوق گوشه. تشویش کنید پدر، لازم نبود. لازم شرایط خدا را شکر. همه چی میرسه. اکو مالال نمیشین ده اکو برتا آوردیم اکو مالال نشدیم. او کارات آمدگی دا یاشتا سرکه میگم سرکه آورده بود. آورده من هم کیپی پیرم پونتی گذرگاهی نازارت بودیم من. کیپی پیر. همون کیپی پیر همون یکتا خوده پاستا مانده ده همون یک پاستا مانده سرکه. یکی باید سبل مانده باراش. سرکه خیلی خسته. همون کچاقم قبیل کارچه خیلی حلال کردم. بیکارت منم مصبانی چهاره چطور آورده منم خیره. یه بابای مرادانی را نواسط میگیم من برای میگم شما در خدمت بگیرم من تا این کادم بله یه خودتی نواسط مرادانی تو قلب و قیصر بودی بود همون واری جایله بخوری بوده یه مانا خان تبزم بسیار اسکاری سرباز بگیم و دورباز بگیم سربازی نبوده مکتوب کنه ما مکشته نماز خوندیم مکتوب نوشته که بابا جان تشت نکشیم جای خدمتم نغزه کشروه پاما بالای پام دماندم خواهم گاه وقت دفته نوشته همه جماعت نماز بود کده دعا خلیم پروردی با تره 2 سال ای گاه وقت نرفته دعا خلیم پروردی جاش نغزه یک دوستم بابا پول داده بود نه همه را گفته بودم امانتا یه امانتا رفتی کردیم شما دم. امانتا نگو ندم یک کپو یک شخبر سیوان چیه؟ شخبر؟ علامه آواز ما آتشکا داده بیم نومو پیش انا کیرین دوتا کاره دوتا یه دوباره چرا؟ دوباره کاره از نام حیات قسمی نظامی از سرجان سعیدov تبریک نامه اعلام می‌نمایم. هورا! یک تانی دوتا کاره هم برو بودم نباشد تریاکرات هورا! 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 یک خان شبزانه انا بخیر خدا شما هم همه تعلق بگردن پروردگار اخون چی سال پلیس برای خودم ما ایزن نحساب کسم که درامده یا ندرامده خودت کجا گرفتار کنی؟ 6 ماهی 6 ماهی گذاری تو مادر بوده 6 ماه گرفتم یه بره
خدمتتون نمیشه خدمت خیلی خوبه بگوشونم شور مویدگن خدمت نکنم هر مورد خدمت کنه طلب های اخی اشتر اومده ایلمدن الانگه ماله خدمتتونه ما راضی هم کمفر مایش گوش کرد اخی یک کار دیگه هم میگی من رو میگی خودت اگه همین دوتا همین نواسه میگیم به نیلی افتاف بلایی آبره میگیم حواسه میگیم همه نام میمان تو تمام بعد رو میگی بچه هم تمام نه پدر نامگذاری این زیبی کلان سراست هنی سربازان نام را همین پدر ماندن یه مشغول نفهمیدم من بگم کم کاشته ایتوه کم کاشته اصلا نام میمانم شما آواز بای اکنون نصیبی نامانی با هم باباد باش که باشه نام که باشه یه بیسته اما منابران میگم وزیر مدافع وزیر مدافع کیه؟ وزیر مدافع هنی سربازان وزیر مدافع ما کیست؟ شیرالی مرزا آنا آواز آنا این کلانی ما فقط همین شیرالی ها را میمونه وزیر مدافع شیر بچه ها را میمونه های تاکی باشن نامی اقچه میمونیم شیرالی آنا دیوش همین کم کن امیر ای کدام با این کامت که تو برده بوده ولایت خطلان و این کامش کی بود؟ گنرال مایور نورعلی فقیر یه نوراله؟ ایسا میمونی نوراله نامهای موافق مادر یک تا موافق خانه کمپیر در روز ایلایون پروردگارو تن جانشون سرد باشه صبح سلامت خدمت بسری دارن خدا شما امید آخر همین سلوک همه کمپیر یک کشتن خود بیدار میشن آسه در الان روبایی آدمو بیدار میشه یه خدا به همه سیرها رو نگو حتی خیلی نباشه سرجان سیدو همه عشولا خطی عشولا بده. نه عشولا نه چنگلک هم بویداری نداره